نسبت به رمضان‌های قبلی مواد خوراکی قیمت‌هایش افزایش یافته است یا کاهش؟ یا آیا هموطنان عزیز ما توان خرید مواد خوراکی را در ماه مبارک رمضان دارند یا خیر؟ چطور است همین نرخ نوای مواد نسبت به قبل از رمضان ارزان شده است؟ قیمت کم، خیلی کم تفاوت کرده. مثال آرد 2050 2100 بود، حالا 18.5 سر به اضافه ستانی کنه، نرخنامه شهروالی توضیح کرده و چیز شهروندا دیگه مشکل چیز نیست. قیمت ها خوب است، منتها کار نیست، پیسه نیست، این مشکل. امروز برآمدیم با خاطر سودا خریدن و سودا را با بسیار در بازار فعلا قیمت است. نرخ مناسب است، مگر نرخ های بسیار مناسب است که پیسه در صورت هیچ پیسه نیست. به نام خالق یکتا و توانا، هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. خدا کنه خوب صحتمند و سرحال باشین. هموطنان عزیز، در ماه مبارک رمضان قرار داریم و ما هم امروز آمدیم تا یک گزارش بیشتر در مورد نرخ نوای مواد خوراکی در رمضان براتون آماده بسازیم و تقدیم شما بکنیم. شما هم ببینید که یا نسبت به رمضان‌های قبلی مواد خوراکی قیمت‌هایش افزایش یافته است یا کاهش؟ یا آیا هموطنان عزیز ما توان خرید مواد خوراکی را در ماه مبارک رمضان دارند یا خیر؟ تا آخر برنامه ما را همراهی کنید دوستان عزیز. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستی جان جان؟ تشکر، سلامت بشه. اول میشه نام مقبول تا بر ما بگید. رحمت شاه هستم، یکی از دکانداران باغ‌قاضی. بسیار خوب رحمت شاه جان، چقدر وقت از دکاندار هستی خدا؟ تقریبا 10 سال شاید شوه بیشتر. 10 سال ماشاءالله، باز تجربه بیشتر داری. چطور است همین نرخ نوای مواد نسبت به قبل از رمضان ارزان شده است؟ قیمت شده میشه میره بر دوستا بگویید. یک کم، خیلی کم تفاوت کرده. مثال آرد 2050 2100 بود، حالا 18.5 سر به روغن اون 1750 بود، 1770 بود، حالا شده 17 سر به دمی نرخ شده. خوب است خیلی نسبت به قبل از رمضان. دیگه اولی رمضان است که ارزان شده است امسال. بله امسال کم ارزان شده. نرخ نوای دیگر مواد چطور؟ مثلا لوبیا، نخود اینا در جای شما تو ثابت باقی مانده است یا اونا ارزان شده است؟ یک کم ارزان شده، 50 روپیه در مصر لوبیا ارزان تر شده از نسبت از یک ماه پیش کرده. حالا کم ارزان شده. خوب است، شکر است، ارزان شده کم. خب بسیار خوب. من نظر خودت همین دلیلش چی است که امسال نسبت به سالهای قبل نه که رمضان میرسید ماشاءالله قیمت‌ها را دو چند می‌کردن، نه دکاندارا می‌کردن، تجارا می‌کردن، دیگه باز به خودشان معلوم دو چند میشد. حالا امسال نسبت به حتی ماه قبل از رمضان ارزان‌تر شده. به نظر خودت دلیل اصلی چی است؟ سابق کاروبار بودن، مردم زکات خود میکشید زیادتر، کمبود مال در باغ‌قاضی کم بوده، اموال زیاد است، مثلا آرد زیاد است، روغن زیاد است، هر چیز که زیاد باشه ارزان میشه، که کمبود مال باشه قیمت میشه. سابق که بود مردم روزگارش خوب بود، کاروبار بود، مردم زکات میداد، دیگه میداد. امسال قدر میته خب خیلی کم دیگه، به خاطر که کاروبارم نیست، اون نفرایی که بودن حال نیستن، از همین خاطر دلیلش همین خاطر است که ارزان شده. یعنی دلیل اصلی چی است که اقتصاد مردم خوب نیست، دوستا خریداری نمیکنن، مال زیاد شده از در بازار، به همون خاطر است که ارزان شده. بله همین قسم است. بخیر سلامت باشین. اگر کدام پیامی داشته باشین کاملا در خدمت. بخیر باشه، سلامت باشه، زنده باشه. بخیر سلامت باشین. وقت خوب خوش بخیر. سلام، خوب هستین؟ سلام بادا، خوب هستین؟ در خیر هستین؟ تشکر، سلامت باشی. اول میشه برای دوستا یک معرفی بکنی خدا؟ ما خودم هستم سهراب‌الدین ملک زاده صاحب و از کوچه جعفری هم، در فروش کوچه جعفری. بسیار خوب. سهراب جان، چطور است همین نرخ نوای مربا و قیماق اینا در ماه مبارک رمضان چطور است؟ ارزان شده است یا نه؟ فعلا خوب است. امسال تقریبا که با قیمت نشده، قیمتش با بسیار منافع چی از قیمت سابقه است. تجارای ما چی کردن که باید که از این مردم در فقر بیچارگی است، باید که چیزی که واسه ماشه باید پایین کنیم. یعنی یک قوطی قیماق
قبل از رمضان چند بود والا چند بفروش مو قیمت است تقریبا در 26 شب و پرچین فروش می 30 مفروشن. خب و خاطر ازی که تجاران می چی را گرفتن در بین خود یک مصلحت کردن که به خاطر که مردم در فقر بیچارگی روان است تا که حالات صحیح شود با دو آستا میتونیم که بلند کنیم. یعنی نه ارزان کردن نه قیمت هم یک حالت روان است. رمضان‌های قبلی که میشد دوستا بسیار قیمت میشد. بسیار قیمت تقریبا 10 افغانی 5 افغانی بالا میبردن قیمت ها. تقریبا با وضعیت مردم در چی نیست در واهیم است بسیار. بله. در چی است؟ یک حالت بعد بسیار قرار داره باشه. سهراب جان زیاتر دکاندارا را وقتی پرسان میکردیم میگفتیم چرا مثلا نمیره 5 افغانی یا 10 افغانی قیمت کردی، میگفت گناه ما نیست عمده فروش سر ما قیمت کردنی. این حال خوب است که نمیره بر دوستا بگیره خودتون قیمت میکردین یا از طرف تجارا قیمت میشد. همین از طرف تجار است یا از طرف عمده فروش نیست. چیزی که تجار تعیین واسه کنه ما اون چیز باید میفروشیم. یک پایین ما وفا داخل میپاتیم میفروشیم. یعنی دیگه از طرف تجار قیمت میشد شما مجبور بودین قیمت بفروشین. بله. خب بسیار خوب. مربا و وینا چطور تمامشون در کل اون قیمتش باقی مونده است؟ تمام قیمت است مربا کلش به خاطر رمضان ماه مبارک رمضان بسیار ماه برکت است. به خاطر ازمی کلش چیزا چی خود است. در یک قیمت قرار داره. اینجا یک چیز دیگه هم است، این خیماقا را شما سرشون باز کردین نه؟ به خاطر مردم ببینن که این کیفیتش خوبش است، این کیفیتش کم ذره ضعیف است. برش میگیم چند رقم است اینا هم خیلی. چند نواز مثلا چه کشت است، کالر است، پگاس. پگا مثال نام کشیدم مگم کیفیت نداره. که به خاطر ازی که این چیز ایرانی است بسیار خوبش است. این تولید وطن ما شماست بسیار مربا با هر تم داره، مثال البالود، زردک، سیب هر تم بسیار ذائقه‌ای بسیار بالاست. نام کشیده دیگه ارزان‌تر است. ارزان‌تر است و قیمتش هم مثال 1 کیلو به 100 افغانی میاد. بسیار خوب است، کیفیتش بسیار بالا. میگه شاید 150 افغانی. کیفیت مثال این شاهناز نام داره مگم کیفیتش خوبش نیست. ما که استفاده کردیم خوردیم بر مردم تعریف میکنیم که به خاطر که وطن ما در ترقی بالا شود رو برو بالایی شود. خب بسیار خوب. یعنی شما حمایت میکنین بیشتر از تولیدات خود ما. یک چیزی را میخواستم در مورد این قیماق پرسان بکنم، شما سرش باز کردین. بله. این قیماق مثلا چقدر وقت داره که مثلا اگر سرش هم تو باز باشه خراب نمیشه؟ تقریبا سرش که واشه باید استفاده شود. به خاطر از این ما کردیم که مردم قناعت میتیم در میگونی اینی خوبش است اینی بد است. کار قدامش دلت است میبری. نه منظور بود چقدر مثلا چند ساعت وقت داره که نمیره میتونیم بعد از باز کردن استفاده بکنیم. شیر است مثلا اگر 24 ساعت از سرش تیر شه رقم بوی میگیره یعنی این قیماقا چقدر وقت داره واسه؟ این قیماقا را که باید واس کردی استفاده کنیم نوش جان کنه. بله. یعنی وقت جات نداره فقط برنامه شما یک روز که بانی کیفیت خود دست میکنه. با خیر و سلامت باشین. اگر کدام پیام حرفی گفتنی بر دوستا داشته باشین کامرا در خدمت. زنده باشی قربانت. همین میخوایم که وطن ما آرامی باشه، صلح باشه. از این وطن ما آباد باشه، همیشه کامیاب باشه. یعنی میخوام. بخیر و سلامت باشین. وقت خوب خوش باشین. تشکر. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. سلام خوب هستین؟ سلام برادر خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ تشکر. سلامت باشین. نامک مقبول چی است؟ نوردین است. نوردین جان آمدی امروز که سودا بخری به خاطر رمضان. خواستیم یکم سودا بگیریم. خب بسیار خوب. چطور است همین قیمت ها ارزان شده است یا قیمت شده نسبت به قبل از رمضان؟ قیمت ها خو نسبت به رمضان پارسال فضل الله خوب است. قیمت ها خوب است و قدر تغییرات چیزی نامده. دیگه ما از قیمت ها راضی هستیم. منتها درآمد نیست، پول نیست، کار نیست. دیگه اونمو آدم به ذره رنج میتنیم که بیکاری است. دیگه جنس فرایمان است، از هر چیز ماشاءالله پیدا میشه. منتها مشکلی است که پیسه نیست. اصلا مشکل نمی اقتصادی است که پول ندارن. پول نیست. دیگه مسئله مواد همه چیز فرایمان است. پارسال یک بوجار در رمضان نمیفهم 2000 چقدر بود، حالا 1700 روپیه یا 1750 روپیه است. در روغن همچنان بسیار نرخ خوب است. دیگه همه چیز ترکاری باب همه چیز نرخ چیز مواد خوب است. منتها مشکلی است که کار نیست، پیسه نیست، بیکاری است. یعنی مشکلات مردم رنج میده. دیگه الله پاک رحم شه که در وطن ما یک آرامش به، یک آرامی به، یک کار به. دیگه کار شه مردم یک لقمه نان حلال از طریق امو چیز خود درآمد خود بگیره، درآمد داشته باشه، کار چیز داشته باشه. دیگه ان شاء الله مشکل حل است دیگه. بخیر سلامت باشین. یعنی شما از قیمت ها راضی هستین ولی از بیکاری کمی مینالین که این بیکاری نیبود نرخ خوب است. قیمت ها خو مشکل چیز نیست که مثلا یا تاجر باشه از عمده فروش باشه از دیگه باشه. مشکل
چیز از جهانی است مثال قیمت که اگر پایین بالا میشه در وطن ما گپ نیست که احتکار فضل الله نیست که کسی احتکار کنه یا به حساب اضافه ستانی کنه. نرخنامه شاروالی توضیح کرده بعد چیز شهروندا دیگه مشکل چیز نیست، قیمت ها خوب است منتها کار نیست، پیسه نیست، این مشکل است. بخیر سلامت باشین. اگر کدام پیامی داشته باشین؟ پیام این است که الله سر ما رحم شوه که یک کار شود وطن ما یک از تعزیرات برآید، تعزیرات چیز از تعزیرات خلاص شویم، یک کار شوه به مردم، یک زندگی مردم از طریق حلال پیدا شوه، مصرفش انشالله. بخیر سلامت باشین. بخیر باشین. سلامت. سلام خوب هستین؟ سلام خوب هستیم خیر خیرت. تشکر سلامت باشی. اول میشه نام مقبول ده برام. اسم ما محترم سیلاب الدین است، سیلاب الدین ملک زاده. خب بسیار خوب. سیلاب الدین جان امروز برآمدی به خاطر سودا امروز برآمدیم به خاطر سودا خریدن و سودا را با بسیار در بازار فعلا قیمت است. نرخ مناسب است مگر نرخ‌های بسیار مناسب است که پیسه در صورت هیچ پیسه نیست. خب به خاطر ارزی که مردم بیکار هست و از اقتصادشون خوب نیست به این خاطر قیمت از اقتصاد مردم زیر صفر است. به خاطر در بازار پیسه هم نیست، اقتصاد بدون که بیکاری به اوج خود رسیده. چی خریداری کردی خودت به خاطر رمضان؟ ما فعلا با خریداری مربا کردیم و قیماق کردیم مگر فعلا بازار ضعیف است. فروشات فعلا در زیر صفر برام. چطور بود باز قیمتایش نسبت به قبل از رمضان ارزان تر بود؟ قیمتای مناسب تر است، مناسب تر. ارزان تر شده. خب بسیار خوب. یعنی قیمت ها ارزان تر هست ولی به خاطر اینکه بیکاری هست مردم پول نداره نمیتونه خریداری. نمیتونه خرید، پول نداره، پول کل مردم نداره. اگر شهروند ما شما پول داشته باشه کلگی در خریداری پیش میخره، کلگی مطمئن مربا میخره، قیماق میخره، کلگی فروشات هر دو جانبه فروشات میشه. بسیار خوب بسیار خوب. سیلاب جان گفتی نامتا؟ سیلاب الدین جان به نظر خودت نسبت به رمضان قبلی، رمضان که میشد سالهای پیش نرخ‌ها بسیار بلند میشد نه؟ مثلا یک قوطی قیماق حالا 30 افغانی، 35 افغانی، 40 افغانی میشد. به نظر خودت امسال چرا نمی قیمت نشد ارزان باقی مانده؟ به خاطر با اوج خود بیکاری آمده، پول مردم نداره، پیش درآمد نداره. درآمد اگر می داشت مردم قیماق هم خریدن میتونه هم نرخش بلند میشه. اگر نرخ هر چقدر بلند میاد مردم خریداری میتونه. یعنی به خاطر از اینکه مردم خریداری نکرده دکاندار هم مجبور هست که اون پس ارزان سودا کنه. ارزان که سودا کنه با مناسب به نرخ مناسب سودا کنه. خیر و سلامت باشین. اگر کدام پیام حرف گفتنی داشته باشین کاملا در خدمتتون است. به خاطر که داوج در وطن ما اصل آرامی باید و خیر خوبی به خاطر کار کل مردم در کار بیاره. بسیار خوب. یعنی آرزویتان هست که دیگه کار بر مردم مایا شه و بتونن خریداری بکنن هر چیزی که ضرورت دارن. بخیر سلامت باشین. تشکر است. دوستان عزیز چیزی بود گزارش امروز ما که در مورد نرخ نوای مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان براتون تقدیم کردیم و دیدیم که مواد خوراکی نسبت به رمضان های قبلی قیمت هایش خیلی پایین آمده است ولی به خاطر از اینکه مردم مشکلات اقتصادی دارن نمیتونن متاسفانه خریداری بکنن. و امید از اینکه دوباره همی مشکلات اقتصادی مردم رفع شه و بتونن اونا هم بر ماه مبارک رمضانشان یا دیگه ماهشان تا مواد خوراکی اونا خریداری بکنن. خب عزیزان شما هم کانال یوتیوب بعد میدیو رو سابسکرایب کنین، گوزینی زنگوله رو فشار بدین. اگر شما هم پیشنهاد یا انتقاد دارین میتونین که پای کامنت بر ما بنویسید. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدار.